شام ایجادی هنرمندی تئاتر دولتی مسلک موسیقی به نام کمال خوجندی مرکزی ولایت اسرار کمال‌الدین زاده بخشیده به 50 سالگی فعالیت ایجادیش در این بارگاه هنر و هنرمندان با اشتراک کلکتیو تئاتر و اهل صنعت همچنین نزدیکان و پیوندان با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. ضمن سخنرانی ها قید گردید که اسرار کمال‌الدین زاده در طول 50 سال فعالیت در این تئاتر بیش از 85 نقش های گوناگون را با مهارت بلند آفریده، همزمان چون آوازخوان خوش سلیقه در برنامه های کنسرتی نیز فعالانه اشتراک کرده است. سال 2007 با قرار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سن 10 اکتبر روز فلک اعلان کرده شد. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در مرکز ولایت انسامبل فلک تأسیس داده شد و راهبری او بر ذمه اسرار کمال‌الدین زاده گذاشته شد. یعنی او اولین راهبری انسامبل فلک در مرکز ولایت به حساب می رود. وقتی که انسامبل فلک ولایت سوخت در ولایت تشکیل یافت، خدمت‌های استاد بسیار بلند بود که تونستند که همین مؤسسه را تشکیل کنند. وقتی که استاد چندین شاگردا را چندین نفران نوازنده را به کار دعوت کردند در تمام ژانرها، یعنی ژانر فلک، ژانر روبایی زرافشان، یعنی امروز آموزش کردند، آموختند همین ژانر را به تمام هیئت هنرمندان انسامبل فلک. نقش‌های آفریده او از اثرهای مختلف دراماتورگان کلاسیک و معاصر بسیار جالب، تاثیربخش و دقت جلب کننده برای تماشابینان روی صحنه آورده شده است. خدمت‌های شایان او را به نظر گرفته اسرار کمال‌الدین زاده سال 2013 با مکافات دولتی مدال خدمت شایسته قدردانی کرده شده است. اسرار کمال‌الدین زاده تا به حال چون استاد هنرمندان جوان آنها را تربیت و در صحنه نقش می‌آفرد. طوری که ذکر کرده شد او تمام کوشش و غیرت خود را بهر گلگشکفانی صنعت تئاتری تاجیک بخشیده برای رشد بامرام آن از متلاش دارد. باید قید کرد که تئاتر یک بارگاه معنوی است که در تربیت جامعه خصوصا نسل‌های امروز و فردا نقش کلان دارد. اسرار کمال‌الدین زاده از جمله هنرپیشگانی هستند که در طول فعالیت خود توانستند در دل و دیده انسان‌ها تماشابینان خود جا گیرند.